چند تا بچه داری باز؟ زیاد بچه دار میاد 4-5 تا بچه دارم. بچه دیگه کنم معمارن شنگایی دارن بچه ها موردی دارن ولایت خود آمده خود منطق کنیم ما بیا فامیلی آمدیم اول کسا اینجا می همه پستا بیادر آمدیم ایسا یا مانا داشته ایسا یا مانا داشته اینجا بیادر رفت بسیار مقبول آمده بسیار مقبول ماشاءالله براشان بسیار زیاد دیگه ها بابای مقبول دارد جانبدار ما میتونه جانبدار ما مادر خانواده باشه. سلامت باشیم ما. از قندوز در ولایت قندوز در سلک چهاردره. آفرین از چهاردره ماشاءالله متعلم مکتب هم هستی؟ اول نمره شدیم به مکتب. ماشاءالله خیر بینه وقت پدر کی باشه که تشویق بکنه ان شاء الله دیگه بخیر اول نمره عمومی هم تو آخر فارغ. این پدر است ما اولادش هستیم. شما پدر هستید یا پدر؟ ما پدر هستیم یا بچه. چند تا بچه داری باز؟ زیاد بچه دار میاد 4-5 تا بچه دارم. بچه کلان با چی اون داره؟ جان محمد میراجان. بچه دومی کدوم است؟ این میراج محمد. حالا شما بچه هستید؟ بله ما تو بچه هستیم این پدر هم هست دیگه. بابا شما پدر رای سر فرزندو زحمت میکشه دیگه. کردم میکشیم قدی شده میتون بریم آرچی برویم شکر میبریم شکر میبرم در سفرم داشتی بودم یک نفر بود یک نفر نامش مالای جلفقار است نمو بود ماشاءالله باید چی خریدی باید اولادای؟ ولی اولادای یک اقبالا بودی دهید کردم برشم ماشاءالله اینی چی میشه برای؟ نواسی این نواسی این هم داره نواسه؟ صدای جان خوب هستی؟ اون نواسی نواسی دومی کدام است؟ اون این نواسی دومی شاید ببینیم نامش نامش چی است؟ خدای؟ نام نواسی شما یکی خدای؟ خدای را؟ خدای راست یکی خدای یکیش هم نویس یکیش هم خدا این بچه ها چی نام داشت یکی؟ یار محمد راجا ماشاءالله خیر سری اولادا زحمت نواسا و اولادا زحمت میکشید بخیره؟ دیگه زحمت نکشیم بینمی تو خودمون زحمت نکشیم اولادار رفتن اولادای شوخ اولادای شوخ بیه نه؟ اولادای شوخ هست بینمی یک جایی بریم یک خبر آدم میکنم بیگه پومیت نمیشه بازی تو خود نمیزنیشان کدام دارم کدام دانه میکنم کدام مخ میکنم میکنم کردم کمتون میکنم حالی که ازی جو بخیر خطا خیلی از سولت والی شهدا بخیر باز کجا میبری اولادا را؟ اولادا را میبرم خود دیگه درو شکر داریم دیگه بسد دیگه روز جمعه دیگه میایم دیگه شکر میکنم روزی میکنه ای هم سراسی یعنی مسئولیت های مشخص سرکلامش داره دیگه سراسی داره اینه میاردوی شب روز 15,000 بیت بکن دولتور فروزات میکنه ماشینای لنگلوکل رکتیز بونیک سینمی کلونات مورید دای شدن مورید سیجار شدن گراوند رای شدن گراوند سیجار شدن اینمی ارکی توی میکنه ماشاءالله باز تو کدام تا بروری نگید اینمی سرازی شد خودت تراخه نداری بروری بکنی؟ خودم سرام میدونم تو دارای تو سرام خودم میدونم این دو تا جی میدونم
نواسه ها چی میگن؟ نواسه ها چی میگن؟ و درس خودم هستم. نواسه این می نواسه آه یا چی میکنن این تو درس میکنم. درس میخونن این دکان است اوی چند ترافیک یکی دیگه هم هست گدام در کدام از خیلی ایش مثل ایشون مدرسه آفرین میخونن مدرسه میخونن مکتب مدرسه شما مکتب یا مدرسه؟ گپ بزن. مکتب شما چند رسی مکتب؟ سه باز اگر درس رو نخونی پدر کلان لد نمیکنه تشویق میکنه اون از دیره که میگه لد چون میکنه درس نخونه تشویق میکنه که درس بخونی چند نمره است و مکتب کلی اول نمره است. اون اول نمره است. اون اول. ماشاءالله خیر بینید دو تا هر دوی شما اول نمره ها قرائت میکنی پدر کلان بخیر نمیشه قرائت کنه برای ما سوره اخلاص قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد آفرین اولا سلام خود تقدیم میکنم برای شما و بر کسایی که چینل شما را تعقیب میکنن دیگه شما را هم به اینجا خوش آمدید میگین در جمع خود امروز بخیر پیش ما میمون هستین تشکر سلامت باشید اسم مبارکتان و از کجا تشریف آورید به ولسوالی شهردار اسم من محمد حسن است قسمی که شما میبینین اینجا ما دو گروه هستیم یک گروه ما از فاریاب است گروه بعدی ما از مزار شریف ما سفر خود از قندوز شروع کردیم از قندوز اول قندوز یک تفریح کردیم بعد از او رفتیم طرف تخار بعد از تخار رفتیم در ولسوالی فرخار ولسوالی فرخار هم رفتیم باز در ولسوالی ورسج هم یک رفتیم یک حوض به نام حوض شغنان بود یا شنان بود در اونجا رفتیم بعد از او آمدیم در کشم از کشم آمدیم در شهر فیض آباد از فیض آباد آمدیم دیگه در ولسوالی شهدا در چشمه آسیج چطور است آب و هوای چشمه آسیج خصوصا ولسوالی شهدا براتان لذت بخش است دیگه ولسوالی شهدا را که من خودم شخصا بار اول بود دیدم قبلا در بدخشان آمدم ولسوالی بهارک رفته بودم ولی در ولسوالی شهدا نآمده بودم نظر به این که چند ولسوالی ها را که ما دیدیم در تخار و در خود بدخشان بهترین گزینه ولسوالی شهدا است دیگه خصوصا چشمه آسیج آب و هواش هم معتدل و بسیار برابره بسیار یک آب و هوای معتدل و دلپذیر داره اینجا چشمه آسیج که شنیدن صدای دریا و دیدن کوههای بلند و لذت بردن از این سبزه‌های دیگه بسیار بر ما لذت بخش است. اینجا همراه دوستا آمده؟ بله ما اینجا یک خانواده آمدیم دیگه دوستا هم هستن دو گروه هستیم. آشپزی و همگی به خودتان است؟ آشپزی دیگه اینجا رولا جان که سر آشپز ماست باز من زیر دست از آدم کار میکنم. محصلی هم کردین حتما؟ محصلی کردیم ما تقریبا 3 سال در مزار شریف محصلی کردیم. یعنی آشپزی بیشتر میراث محصلی میباشه؟ بله همین محصلی دیگه آشپزی همین چیزا خوب بلد میکنه آدم. کمک دست به پا میشوه که بالاخره یگان جو یک حالات به حال خود قرار میگیره بالاخره از عهده خود برآمده بتونه دیگه راستش پرسان کنی برادر محصلی بسیار خوب چیز است نه هم در دیگه کاسه دیگه سرشناسی پیدا میکنی باز گفته خودت این تو روزا دیگه یک استاد ماهی رسی برای خودم برای دیگه کاسه ایت است هم برای زندگی دیگه بسیار خوب است در کنار دوستا یک لذت دیگری هم داره دیگه اما قدیما یک چی بوده یک ضرب المثل است میگه که یک نان داری که 4 نفر بخور همین شیشتن که 2 سال غذا خوردن دیگه بسیار کیفیت دیگه نداره ما طبیعتش که دیدم دیگه عاشق طبیعت ولسوالی شهدا شدیم این حال ما سواد نیت داریم که پس طرف وطن بریم دیگه بخیر دل کنده نمیتونیم ما با اون دوستایی که صدای ما را میشنون و ولسوالی شهدا را ندیدن دیگه یک دفعه حتما ببینن چون تر تازگی روح میشه دیگه به جوانی ما و شما فایده داره ما تقریبا چی بگویم یک سال دیگه تازه شدیم همونطور که یک سال لیورس بوده یعنی تازه شدیم این آب و هوا را که من دیدم یا هوا که من میبینم این طبیعت میبینم دیگه زندگی اصلی در می طرف ها لذت بخش است باز متأهل هستی یا مجرد؟ نه من مجرد هستم هنوز مجرد؟ بله تصمیم هست به زودی یا نه؟ دیگه از ما که یک برادر کلانتر هم داریم اول نیت اونا را داریم بعد از اونا نوبت بر ما میرسه
یک جمع سر راه خود قرار یک جمع او طرف ما قرار دارم دیگه. انشالله او جمع بخیر با زودی تیر میشه و قابل تشویش جمع ای تو یک از برادر عزیز همین مجردی هم یک دوره خاص خود داره، باز متعیله هم یک دوره خاص خود داره. باید ما از هر دوره خود استفاده کنیم. همین سال مثلا ما در 25 سال سن دارم، در 26 سالگی بیایم دیگه در این کیفیت پیدا کرده نمیتونم. اینمی سال اینمی کیفیت. اما میگه نه در گذشته زندگی کنه، در آینده فقط در حال زندگی کنه. اینمی لحظه است. خوشا با بهار بیزنی که ماشیم چیز یک نان تنها تنها میزنین. بله